امروز جسم بیجان سراینده محبوب تاجیک فیضی گل یوسفова را به خاک سپردند. مراسم ودا با این هنرمند محبوب ساعت 12 در شهر وحدت برگزار گشت. صدها نفر مخلصان، دوستان، هنرمندان، ژورنالیستان و نزدیکان و پیوندان فیضی گل یوسفova در نزد دروازه مرحوم جمع آمده بودند تا با این زن هنرمند و محبوب و مشهور ودا نمایند. نمایندگان حکومت شهر وحدت و همپیشگان فیضی گل یوسفova خصلت‌های نیک انسانی مرحوم را به یاد آورده برای این بانوی هنرمند اشک ریختند و تاکید نمودند که خاطره نیک این سراینده بلبل آواز در دل و دیده مردم زنده خواهد ماند. فیضی گل میگفت که دیدم الویدو میمونه گفتم هیچ خوش آمده برادر عزیز. فیضی گل برای ما یک فرزند بود. از 16 سالگی همراه بودیم. همیشه بوبا گفتن صدا میده در گوشم. الویدو خواهری عزیز، فرزند عزیز. یک جای کار کردیم اومدیم امروز با این روزه رسید. باور کنین باوری نمی‌بیاد که امروز فیضی گل قدیمی نیست، لیکن همه باید که یاد داشته باشه که هممون انم خیلی در تای خداوند گشته استیم. امروز پگاه خداوند یکم زیادش جنت کنه. کیو دختر خاکسار بود. همه هنرمندای محبوب نه تنها از تاجیکستان بیرون از تاجیکستان هم همه دلش ریش شد. فیضی گل زنی مرد بود. فیضی گل دست من به کار کرد، شاگردم بود. افتخار میکنم که همین شاگرد داشتم. صد افسوس که این خیر روز به من نمیخواستم که امروز من در این در ماتم این دختر باشم. من میخواستم که اینا بینم به عمر درازش. هندوستان همراه هم برده بودم، برنامه‌های زور کنسرت‌های اشتراک کرده بودیم. این سفر هندوستانی این آخر نشده است. این سفرش بسیار خدمت‌ها کردگی است، بسیار سرودای خوب خوندگی است، بسیار برای مردم تاجیکستان جانبازی که وقتای وازبین به خدمت کردگی است. همچون یک خواهرکم، همچون یک فرزند پدرم احترام داشتم. خداوند کریم رحمت کند، جای که جنت شود. خدا به پیونداش به فرزنداش صبر دهد، بخشش تبار و پروردگار. ما از نام همه هنرمندا هممون برابر میگیم که خدا الویدا خواهر جانم. خلق عزیز شریفی تاجیکستان عزیزم، واقعا فیضی گل فقط روی صحنه غمی هم خانواده تاجیکی را میتونه، هم غمی کلفت چه میکنه و هم خرسندی و مروم زندگی شد. امروز برای تمام اینکه اهل هنر، اهل ایجاد، برای تمام مردم تاجیکستان یک روز بسیار سخت و سنگین است. من از خدمت‌های حسنه و از مردانگی‌های فیضی گل بهتر آگاه هستم. اولین برنامه ایجادیش که مرتب شده بود، من گرداننده هم محفل بودم. اینقدر مهر و محبت، اینقدر اخلاص و صمیمیت مردم نسبت به فیضی گل شاهد بودم. اینجا همه میدونند فیضی گل زنی بود که به مردان شیوه مردی و جوانمردی سبق میداد. با بهترین فضیلت ها، با بهترین خصلت های مردانه اش. شخصا خودم در چند معرکه و محفل های خانوادگی همون دعوت کرده بودم، حتی هم راه های دور طی کرده تا دره الماسی تا دهه ما جوانمردانه رفته. اینقدر یادرس می شویم
ки ҷисми беҷони Файзигул Юсупованро шоми дирӯз аз Ҳиндустон ба Тоҷикистон оварданд. ин сарояндаи овозадор чанд сол боз ранҷи беморӣ мекашид, аммо табибон дар илоҷи дардаш оҷиз монданд. овозаи мӯъҷизаҳои табибони ҳиндиро шунида, Файзигул Юсупова бо умеди шифо ёфтан ба он сӯи уқёнус парвоз кард. вале ҷарроҳии сарояндаи машҳури тоҷик дар кишвари Ҳиндустон хуб гузашта бошад ҳам, пас аз чанд рӯз ҳолаш якбора бад шуд ва ҳамин тавр Файзигул Юсупова дур аз ватан ҷонашро ба ҷонофарин супурд. دردا که در این بادیه عمر نورد هر لحظه فراق دوست باید دید، هر لحظه ودای همه می باید کرد. و پاداش اینقدر خدمت ها و اینقدر جوانمردی هایی که فیضگل کرده است، با همه امیدواریم و دعاگو هستیم که جایگاه آخرتش فردوسی برین خواهد بود. آمین. الوداع فیضگل جان، الوداع باری عزیز.